عرض ادب خدمت یکایک دوستان. از من درخواست کردن که زمانی که مهاجم ضربه دست راست یا به عبارتی با یکی از دستان ما رو هل میده، تک دست با یکی از دستان ما رو هل میده، چجور بتونیم از خودمون دفاع کنیم. چندین نوع حرکت وجود داره برای دفاع کردن این تکنیک. یکی از تکنیکا برای اینکه در لحظه‌ای که داری ضربه می‌خوری بتونی ضربه بهش بزنی اینه. یا دقیقاً لحظه‌ای که داره هل میده هل بده از همینجا با ضربه مشت، یعنی دقیقاً همون لحظه‌ای که داره هل میده خیلی مهمه. یعنی بزن اگه ضربه رو بخوری به درد نمیخوره. دقیقاً زمانی که ضربه به شما وارد شد از همینجا ضربه میزنی به هشتی شکم. بزن شکم، بزن صورت. بسیار بسیار مهمه ها. این شد تکنیکی که شما در لحظه بتونی ضربه بهش وارد. داره هولت میده، بزن سری شکم، بزن سری یا صورت، بزن سری بیزه. تمام این نقاط میتونی بزنی. بزن با پا تو بیزه، بزن ضربه هشتی شکم. بسیار بسیار ضربات کاربردی و قابل استفاده است در صورتی که تمرین کنید. دوستان محبت کنن، چنل ما رو سابسکرایب کنن. هر گونه سوالی هم دارین کامنت بزنید. حالا چگونه بتونیم زمانی که ضربه میزنه ما به حریف یه تکنیک بزنیم و حریف رو دست خودمون نگه داریم، حریف نتونه کاری از پیش بره. ضربه بزن اینجا، ضربه بزن با دست چپه، ضربه بزن به این حالت، یعنی نگاه بزن واریه به این حالت میگیری دست داره هل میده، سری با دست چپت میری دور مچش و دست راست میره روی آرنج به این حالت میچرخونی. چرخوندی اینجا، سری باید دستش راه کنی میری برای تیبک گلو، سری میبریش رو حالت خفگی. الان کامل مهاجم دست منه، هیچ کاری هم نمیتونه. یه بار دیگه بزن به این حالت، یه بار دیگه یواشش بگیم به این حالت میگیری، به حالت میچرخونی. اینجا خیلی مهمه، سری میپری گلوش میگیری. اگه قد بلندتره یکم پرش لازمه، اگه نه قدش متعادله مثل خودت به همین راحتی میری و قفل میکنی. قفل که کنی دیگه مهاجم مجبور تسلیم تو بشه و هیچ نوع حرکتی نمیتونه بزنه. دوستان امیدوارم که از این تکنیک ها استفاده کنید، حتما تمرین کنید و ما رو حمایت کنید. هر گونه سوالی هم دارید برام کامنت بذارید، هم میبینم، همشو میبینم و بهتون جواب میدم. سالم و تندرست باشید. ماشاءالله.